زمزمه هایی از جهان به گوش می رسد از اینکه جنگی پنهان و بزرگ در راه است، جنگی که مولانا هم پیش بینی آن را 700 سال پیش کرده بود. اگر به گفته مولانا گوش دهیم می‌دانیم که بزرگترین جنگ عالم نه در میدان هاست و نه در میان سپاه ها. جنگی است که اگر شکست بخوری روحت کاملا فرو می‌ریزد. مولانا میگوید در دل هر انسان جنگی پنهان برپاست، جنگی که بنیاد جهان را میلرزاند، جایی که عقل سرد و آهنین میخواهد حکومت کند و دل گرم و نورانی فریاد میزند که آزادی حق روح است. اینجاست که مولانا در کتاب دیوان شمس خود با صدای بلند چنین فریاد میزند: عقل گوید 6 جهت حدس است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه است و رفته ام من بارها. او میگوید این جنگ شوخی ندارد، یا عقل زنجیر میزند یا قلب جهان را روشن میکند. و حالا قصه از همینجا شروع میشود، جایی که جهان منتظر نتیجه این نبرد است، نبرد میان قلب و عقل، و سرنوشت جنگ این گونه رقم میخورد. و اما به نظر شما فاتح این جنگ کیست؟ ما در اینجا داستانی از مولانا را نقل میکنیم، داستانی از نبردی که هر روز در جان ما تکرار میشود. در شهری دور دانشمندی زندگی می کرد، مردی که همه او را سلطان عقل می نامیدند. او مغزی تیز داشت، استدلالی برنده، کلامی محکم، و مردم برای هر مشکل به در خانه او می رفتند. اما او دلباخته هیچ چیز در این دنیا نبود، نه انسان، نه عشق و نه حتی خداوند. او به همه چیز می گفت باید منطقی باشد. روزی به او خبر دادند که در شهر درویشی آمده، مردی ساده، آرام، با چشمانی پر از نور و دلی بیقرار. این که مردم دورش جمع می شدند و با او آرام می شدند، گریه می کردند، شفا می یافتند، تا اینکه سلطان عقل خشمگین شد. گفت مگر این مرد احساس فروش کیست که مردم را فریب می دهد، عقل را کنار می گذارد؟ من باید به نزد او بروم و او را شکست دهم. سرانجام سلطان عقل به میدان شهر رفت، جایی که درویش نشسته بود. درویش نگاهش کرد، لبخند زد و سکوت کرد. سرانجام سلطان گفت: ای درویش، با چراغ استدلال با تو سخن میگویم. عشق تو چیست؟ ایمان تو چیست؟ دلی که منطق ندارد سقوط میکند. درویش آرام گفت: بگو، من گوش میکنم. و سلطان عقل شروع کرد. استدلال روی استدلال، دلیل پشت دلیل، برهان پشت برهان. و مردم مات شده بودند. عقل مثل شمشیر می درخشید. وقتی سخنان سلطان عقل تمام شد، سکوتی بر شهر نشست. همه به درویش نگاه کردند. درویش فقط یک جمله گفت، اما نه فلسفه، نه منطق، نه استدلال. او گفت: ای سلطان عقل، هرچه گفتی درست، اما به من بگو وقتی شبها دلت می گیرد کدام آرامت می کند؟ برهانهایت یا گریه دلت؟ آنگاه سلطان عقل لرزید. درویش ادامه داد: وقتی عاشق می شوی عقلت تو را می ترساند، اما دلت زنده می شود. وقتی به خدا می رسی راه را عقل می بندد، اما دل راه را می رود. عقل حساب می کند، دل تجربه می کند. عقل اندازه می گیرد، اما دل پرواز می کند. بعد از این گفتگو سلطان عقل زانو زد، نه از شکست، از حقیقت، و فهمید عقل چراغ راه است، اما دل خود راه است. و اما نتیجه پایانی از این حکایت پرنغز، مولانا میخواست بگوید که عقل دشمن دل نیست، اما فرمانده هم نیست. عقل میسنجد تا نیفتیم، اما دل میرود تا زندگی کنیم.
عقل میگوید احتیاط، دل میگوید ایمان. عقل تا درگاه میرود اما دل تا دیدار و این جنگ پنهان همیشه ادامه دارد. اما هر بار که صدای این دو را بشنویم میبینیم که دل و یا همان قلب پیروز میدان است، چون عقل فقط دنیا را میبیند اما دل خدا را. و اما عقل راه را میبیند، دل راه را میرود و تنها کسی به مقصد میرسد که جرأت رفتن داشته باشد. حال از تو مخاطب عزیز میپرسم، آیا تو جرأت رفتن داری؟ جرأت قدم گذاشتن در راهی که عقل فقط از دور می‌بیند؟ اگر جرأت داری، تو فاتح این جنگ پنهانی، نه بر دیگری، بلکه بر ترس‌های خودت. و من امیدوارم تو و همه مردم جهان با دلهای مهربانشان، با نوری که در سینه دارند، جهان را نه با شمشیر، نه با قدرت، بلکه با قلبشان فتح کنند. امیدوارم از این حکایت پرنغز نهایت بهره را برده باشین. در نور یزدان شاد باشید و سلامت.